اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شما عزیزان و بینندگان گرامی. با شما هستیم در یک از برنامه‌های دیگر رکن پنجم. عزیزان گرامی، امروز مهمان عزیز و خیلی ها گرامی رو با خود داریم، جناب استاد محمد انصاری. سلام و عرض ادب دارم استاد، خوش آمدین یک بار دیگر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چنان لبیک گفتین که احساس کردیم داخل بیت الله الحرام است. انشالله روز برسه استاد که یک برنامه از بیت الله داشته باشیم انشالله. استاد، برنامه های رکن پنجم همونطور که میفهمین درباره حج و درباره مکتب حج، درباره مسائلی که در مکتب حج است، از دیدگاه های و جوانب خیلی ها مختلف بحث و مسائلش بیان میشه. استاد، میخوایم امروز درباره بعضی از مسائل مهم حرف بزنیم، درباره خطبه ها و گفتارها و نصایح پیغمبر مقبول اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حج. چی نصایح را پیغمبر ما و چی گفتارهایی را پیغمبر ما بر ما بجا ماندن در حج؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. فرمودین مکتب یا مدرسه حج. مکتب حج یک معلم داره، یک استاد داره و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. همانطوری که خودشان فرمودن که خذوا عنی مناسککم، حجتان را از من بگیرید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در طول مراسم حج یک بار بیشتر حج نکردن و آخرین حجی بود که به نام حجة الوداع معروف است، با صحابه حج کردن. در این حج پیامبر صلی الله علیه و سلم از هر فرصتی و از هر مقام و مکانی برای نصیحت امت و برای وصیت به امت استفاده کردن، چون طبیعتاً فلسفه حج این است که غیر از این که یک عبادت بزرگ است، غیر از این که رکنی از ارکان اسلام است، حج در حقیقت یک کنفرانس بین المللی سالانه برای امت اسلامی است. شما مثلا یک کنفرانس دایر میکنی در مورد مسائل خانوادگی، کنفرانس در مورد مسائل سیاسی، کنفرانس در مورد مسائل اقتصادی. حج در حقیقت یک کنفرانس بین المللی بزرگ امت اسلامی است که همه مسلمانان جهان جمع می شوند در یک مکان. همه مسائل و مشکلات و موضوعات ذات البین خود را مطرح می کنند. شما مثلا در موقع حج با یک برادری روبرو میشید که از ویتنام است، یکی از آمریکا است، یکی از چین است، یکی از روسیه است، از کشورهای مختلف. هر کدام اینها دردهایی دارن، هر کدام از اینها مشکلاتی دارن که امت اسلامی از درد و رنج همدیگر آگاه میشن. من مثلا خیلی از مسائل امت اسلامی و مشکلاتی که امت اسلامی رو داشتن رو در مراسم حج فهمیدم. کافی است که شما یکی دو زبان بلد باشید. ببینید که مثلا حجاج دلشان پر است تا که به زبانش یک سلام علیک بکنی. در یکی از مراسم حج با یکی از حجاجی که از هند آمده بود به اردو با یک سلام علیک کردم دیگه، که انه منتظر این بود که یک کسی بیاد و این با او چیکار بکنه، درد دل بکنه. شروع کرد از مظالم و ستم هایی که هندوها در حق مسلمان ها انجام میدن. یا با یک حاجی ترکی بود، در موقع زیاد ترکی منم خوب نبود، خب یک سلام علیک باش کردم به ترکی. این فکر کرد که دیگه من ترکی خوب بلد هستم، نشست و از غم و رنج و درد و اندوهی که داشتن به عنوان یک ملت مسلمان بیان کردن. همینطور همه مسلمان ها در این کنفرانس بین‌المللی همه مسائل خود را حل میکنن، بررسی میکنن، با هم دیگه در میان میگذارن، آشنایی صورت میگیره. مثلا من در موقع حج بود که دیدم که ما در ویتنام، در کشور ویتنام تعداد زیادی مسلمان داریم که تعدادشون به 5000 نفر میرسد در ویتنام. کسی باورش نمیشد که در اونجا مسلمان در آمریکای جنوبی.
و اینا از قلت مدارس دینی، مساجد و دعات، دعوتگران به سوی اسلام و شاعر دین رنج میبرن. طرف خوب بود، مثلا عربی بلد بود، باش صحبت کردم. من تا اون روز نمیدانستم که در کشور ویتنام مسلمان ها زندگی میکنن و به این تعداد زیاد نسبت به جمعیت ویتنام. بر صورت این یک کنفرانس بین المللی است. درست. و در این کنفرانس بین المللی رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی فرامین و دستورات مهمی رو در حج بیان میکردن. چون در حج از همه اطراف مکه، از مدینه، شهرهایی که فتح شده بودن، مسلمان ها می آمدن از قبایل مختلف. حتی قضیه اوایل سوره براءت که وقتی نازل شد که به مشرکین فرصت داده شد که تا 4 ماه و اندی در تخلیه مکه، بله، اطراف حرم رو تخلیه بکنن و یا به دین اسلام مشرف شن یا که ترک بکنن برن. همه این پیام های مهم، دساتیر مهم، همه اینا در کی صادر می شد؟ در موقع حج. پس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از این فرصت استثنایی استفاده می کردن. بله. و در هر مکانی که نیاز بود نصیحت هایی رو برای امت بیان می کردن. نصیحت هایی که می توانیم بگیم خطبه های پیامبر در حجة الوداع قانون اساسی مسلمان هاست. درست. قانون اساسی که بر اساس اون ما می توانیم روابط سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، همه اینها رو تنظیم بکنیم. در حدیثی که در بخاری و مسلم روایت شده است، جابر رضی الله تعالی عنه، حدیث طولانی است، یک قسمتش خیلی مهم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که ان دماءکم، خونهای شما، و اموالکم، و اموالتان، حرام علیکم که حرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا و فی بلدکم هذا. حدیث طولانی از پیامبر میپرسن که ای شهر هذا، این ماه کدام ماه هست؟ بله. صحابه ساکت ماندن. یک احترام خاصی بود. امروز مثلا تا پدر بیچاره یک گپ از زبانش میبره، بچه شروع میکنه پدر اینجا اشتباه گفتی، فلان گفتی، ادب با بزرگترها. بله. صحابه یک نمونه از ادب بودن با بزرگتر از خودشان، با رسول الله صلی الله علیه و سلم. همه میدانستن که ماه ذوالحجه است. در بین صحابه کسی نبود که نفهمه. گفتن ای شهر هذا، کدام ماه هستی؟ صحابه ساکت شدن. مثل مسلمانای زمان بیادب نبودن که صدا بلند بکنن بله ماه ذوالحجه است. ساکت شدن. گفتن شما نمیفهم. گفتن ای بلد هذا، کدام کشور است، کدام شهر است اینجا؟ کلگی میفهمیدن که بلد الحرام است، مکه مکرمه است. کسی صدا بلند نکرد. بله. جواب نداد. یکی از صحابه میگه چرا جواب ندادیم؟ یکی صحابه همیشه این ادب رو با پیامبر مراعات میکردن که سوال که میکردن میگفتن الله و رسوله اعلم، الله و پیامبرش بهتر میدونن. ادب است نه؟ بله. امروز طرف میگه که والا رسول الله صلی الله علیه و سلم، این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم اینطوری فرمودن، بهتر با ما زندگی خدا بکنیم. یعنی چی؟ وقتی که پیامبر فرمود خلاص. اگر پیامبر امون روز میگفتن که این ماه ذوالحجه نیست، از این به بعد این ماه نامش ماه مثلا محرم است، ما کسی جرأت داشت دیگه بعد از اون حرفی بزنه؟ خیر. ولا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیامبر از هوا و هوس سخن نمیگه، هر حرفش وحی است. میتونست بگه که بعد این به بعد اسم این شهر مکه نباشه، مثلا طائف باشه، مدینه باشه. کسی جرأت میکرد که حرفی بزنه؟ نه خیر. بعد از اون فرمودن که یعنی تاکید بود این ماه ذوالحجه است، به یاد داشته باشین. شهرم شهر مکه مکرم است، بلد الحرام است. خونتان، مالتان بر شما حرام است. یعنی چی؟ خون برادر مسلمانت، مال برادر مسلمانت بر تو حرام است، مانند حرمت این شهر. چون در شهر مکه شما نمیتوانید
درخت سبزی را قطع بکنید، یک برگی را از درخت بکنید، یک مورچه‌ای رو بکشید، این حرم امن الهی است. کسی حق ندارد حتی به در عموم یا فقط در ایام حج؟ در عموم. یعنی شما وقتی که وارد سرزمین حرام میشید، وارد مکه مکرمه میشید، نباید درخت الا عند ضروره، یعنی نیست که اصلا قطع نشود درخت بیا وسط خیابان رو ببندد، نه اینطوری نیست. بدون دلیل شکار کردن، کشتن حیوانات، اینا. بعد از اون در موقع حج که با احرام که کلا حرام است، یعنی در وقت شما احرام میبندی که دیگه در هر جایی که باشی، چه در مکه باشی چه در خارج از مکه باشی، نباید حتی یک پشه ایرم بکشی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواد مکان و زمان رو به اینا تذکر بده، مثل که امروز ما میگیم ببین این تاریخ به یاد داشته باش که فلان چیز فلان طور میشود. میخوایم تاکید بکنیم بر آن چیزی که ما یقین داریم که اتفاق میافتد، زمان و مکان را محدد میکنیم. پیامبرم زمان و مکان را محدد کردن، گفتن مانند حرمت این شهر و حرمت این ماه. بله. چون در ماه‌های حرام جنگ کردن جایز نیست برای مسلمان ها در سراسر دنیا، خاصتا در سرزمین حرمین و در سراسر دنیا جنگ کردن در ماه‌های حرام، در رجب و ذوالقعده و ذوالحجه جایز نیست، نباید جنگ بکنن. حتی قبل از اسلام هم مشرکین این سنت رو که چون از زمان ابراهیم علیه السلام مانده بود مراعات میکردن. کسی که در ماه‌های حرام جنگ میکرد او رو مورد ذم و به اصطلاح تحقیر قرار میدادن. پیامبر میفهمند که خونتان مالتان مانند این روز مانند این شهر بر شما حرام است. یعنی چی؟ خون برادر مسلمانت را نریز، حق برادر مسلمانت را پایمال نکن، حق او را نخور، مالش و داراییش رو الا به طیب خاطر، یعنی با رضایت خودش حق نداری که بگیری. امروز چه بسیارن انسان هایی که حق برادر مسلمانشان و شطور به همراه بارش میخورن، خمم به ابرو نمیارن. بله. ایش برایشان حلال و حرام هم مهم نیست. تاسفانه. همین حدیث رو ابن عباس رضی الله تعالی عنه به صیغه دیگر، به شکل دیگری در بخاری به شکل مفصل روایت میکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یوم النحر، در روز قربانی، روز اول عید، بلند شدن گفتن یا ایها الناس، ای مردم، ای یوم هذا، امروز چه روزی است؟ قالوا یوم الحرام، روز حرام است. روز مشخص بود نه، چون روز قربانی بود. قال فای بلد هذا، قالوا بلد الحرام، چون قبلا بیان شده بود این چیزا. قال فای شهر هذا، قالوا شهر حرام، ماه حرام است. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا. مالتان، ناموستان، مالتان، ناموستان و انفستان بر شما حرام است مانند حرمت امروز در این ماه و در این شهر. بعد از اون سر خود بلند کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اللهم هل بلغت، بار الله آیا پیام تو را رساندم؟ اللهم هل بلغت، بار الله آیا پیام تو را رساندم؟ بعد از اون فرمودن که فلیبلغوا الشاهد الغائب، کسایی که اینجا شاهد بودن، کسانی که غائب بودن را خبردار بکنن. یعنی چی؟ مثلا از خانواده ما مثلا یک نفر به حج رفته بود، وقتی که برگشت همین پیام های رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به همه مردم برسانه. بعد از اون پیامبر صلی الله علیه و سلم یک جمله بسیار جالب میگن لا ترجعوا بعدی کفارا، بعد از من کافر نشوید. یضرب بعضکم رقاب بعض، یکیتان گردن دیگری را بزنید. یعنی با هم دیگر جنگ نکنید. یعنی جنگ کردن با مسلمان، جنگ کردن برادر با برادر، جنگ کردن یک قوم با قوم دیگر بدون دلیل، این یکی از نشانه های کفار است. کفار بودن که به خاطر مال و به خاطر منصب و به خاطر غارت و به خاطر هر مسئله تافه و بی ارزشی
به جان هم دیگر می افتادن و جنگ می کردن. مسلمان فقط فی سبیل الله جنگ می کند. در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم ازشان پرسیده شد که یا رسول الله، یکی به خاطر قوم می جنگد، یکی به خاطر کشور می جنگد، یکی به خاطر پول می جنگد، یکی به خاطر غنیمت می جنگد، کدامش فی سبیل الله است؟ فرمودن من قاتل لتکون کلمت الله هی العلیا فهو فی سبیل الله. کسی که می جنگد به خاطر اعلای کلمت الله، به خاطر توحید، به خاطر لا اله الا الله، او فی سبیل الله است. درست. یعنی جنگ کردن برای مسائل دیگر، انسان به خاطر وطنش می جنگه، به وطنش شاید دست کفار نجات بده، لیکن هدف باید چی باشه؟ اعلای کلمت الله باشه. بله. هدف باید اعلای کلمت الله باشه. اگر هدف فقط آزادی وطن بود، اعلای کلمت الله مطرح نبود، وضعیت مثل وضعیت افغانستان میشه. مجاهد میاد 8-9 سال با روس‌ها می جنگه، در آخر میاد جنایاتی رو که مجاهد انجام میده روس‌ها انجام نمیدن. درست. چرا؟ چون هدف و نیت مهم است. ما همیشه تاکید میکنیم بر چی؟ بر نیت، اخلاص. درست. یعنی وقتی که شما جهاد میکنی، هدف نهایی جهاد تو باید اعلای کلمت الله باشه. اعلای کلمت الله به وسیله عدالت، اعلای کلمت الله به وسیله مواسات، درست. اعلای کلمت الله به واسطه نشر اخوت و برادری در بین مسلمان ها. درست. اگر هدف پول و منال دنیا باشه، به طرف مجاهد دزدی هم میکنه، مجاهد آدم هم میکشه، مجاهد ظلم هم میکنه. بله. چون که هدف چی است؟ هدف فقط وطن است، هدف فقط هدف دنیایی است. آن چیزی که در نزد الله ارزش دارد، غایت و نیت اصلی است که انسان باید فی سبیل الله باشد. خاطر میگن که جهاد فی سبیل الله، نگفتن جهاد فی سبیل الوطن، جهاد فی سبیل المال، جهاد فی سبیل فلان. پس همه چیز انسان باید چی باشد؟ برای الله سبحانه و تعالی باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم از کشتن برادر مسلمان منع کردند. درست. حرمت یک مسلمان فرمودن که در نزد الله سبحانه و تعالی از حرمت کعبه کرده بالاتر است. امروز طرف خون صدها برادر مسلمانش را میریزد تا کجا برود؟ برود حج بکند و از اونجا آجی برگردد. مثال یک سوال دارم درباره مشخص مثال داده میتونین که جهاد فی سبیل الله مشخص که اینی را طور جهاد، اینی رقم جنگ فی سبیل الله است؟ ببینید، هر جنگی که، هر جهدی که، هر تلاشی که به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی باشد، جهاد فی سبیل الله است. درست. مثلا من برای آزادی وطنم می جنگم که در وطنم توحید و یکتاپرستی و قانون الهی حاکم باشد. این جهاد فی سبیل الله است. درست. من جهاد می کنم که قوم من، قبیله من از زیر ظلم کفار و مشرکین نجات پیدا بکنن. درست؟ درست. و در زیر پرچم توحید و یکتاپرستی زندگی بکنن. این جهاد فی سبیل الله است. درست. یعنی نیت مهم است در اینجا. در هر عملی که انسان انجام میدهد، نیت انسان مهم است که نیت چی است. نیت اگر مشخص بود، نیت اگر فی سبیل الله بود، بعد از اون مشکل ایجاد نمی شود. مثلا مثال به شما بگم، در امروز در افغانستان، در ترکیه، در خیلی کشورهای دنیا قبور صحابه چرا زیارتگاه هست؟ با ملاحظه‌ای که در مورد زیارتگاه وجود داره. شاهد شمشیر ولی و نمیدونم شهدای صالحین و در افغانستان هست. قبور صحابه چرا زیارتگاه شده در اونجا؟ در بخارا، در سمرقند، در ایران، در اصفهان، در کرمان، در هر گوشه ایران برید، در حتما قبر یک صحابه، یک تابعی در اونجا هست. در عراق مثلا. چرا؟ و همش هم زیارتگاه هست. بله. چرا؟ این مردم، همینایی که قبرشان امروز مثلا شهدای صالحین میگیم، شاهد شمشیر ولی میگیم. شاهد شمشیر ولی کی است؟ فرمانده مسلمانانی که تمیم و جابر انصاری که در فتح کابل شرکت کردن به شهادت رسیدن در اونجا. چرا امروز اونجا قبرشان زیارتگاه مردم است؟ کدام فرمانده آلمان نازی یا بلشویک ها یا
روسیه قیصری یا قماندانای آمریکایی ناتو در کدام کشور اسلامی رفتن حمله کردن یا کشور غیر اسلامی، قبرشان امروز زیارتگاه درست شده؟ نه خیر. چرا قبر صحابه‌ای که حمله کردن، فتح کردن و در حمله و فتح کردن حتما انسان هم کشته شده، حتما شهرها خراب شده. تو نیست که مثلا در جنگ و شیرینی پخش نمی‌کنن، نه، در جنگ قتل هست. چرا قبر صحابه‌ای که به افغانستان حمله کردن، افغانستان رو به اصطلاح اشغال کردن، قبر اونها امروز زیارتگاه هست و قبر یک فرمانده انگلیسی، یک فرمانده روسی، یک فرمانده آمریکایی یا ناتو رو نمی‌بینید که قبرش مردم بلکه مردایشان رو باستنگ میزنن. چرا؟ چون اونها نیتشان فتح افغانستان نبود، نیتشان این نبود که سرزمین اسلامی بزرگ شود. ای ما فتح بکنیم، یک کشوری رو فتح بکنیم که خاک ما بزرگ شود، بیایم غنیمت بگیریم، زناشان رو بگیریم، مثل که امروز بعضی تهمت میبندن که هدف از این فتوحاتی بود که بیان کنیز بگیرن. بله. اینها برای کنیز گرفتن نیامده بودن، برای غنیمت گرفتن هم نیامده بودن. اینها برای اعلای کلمت الله آمده بودن، آمده بودن پیام توحید به ما برسانن، آمده بودن به ما بگوین که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وقتی که اخلاقشان را، رفتارشان را مردم اون منطقه دیدن، علی الرغم این که با اونا جنگیده بودن، حکومت وقت، پادشاهان وقت با اونا جنگیده بودن، اما وقتی اخلاق اینا رو در جنگ دیدن، اخلاق اینا رو در صلح دیدن، عقیده اینا رو دیدن، قبرهای اینا رو تبدیل به زیارت کردن، مثلا میپرستن. علیاذ بالله. مثلا در ماوراءالنهر شهر بخارا یا سمرقند، دقیقاً به یادم نیست، مسلمان ها حمله کردن، شهر رو گرفتن. بزرگان شهر آمدن پیش فرمانده مسلمان ها در نواحی بلخ، گفتن که شما شهر ما رو گرفتید اما طبق سنت پیامبرتان نگرفتید. چطور؟ گفت مگر رسول الله صلی الله علیه و آله به شما امر نکرده پیامبرتان که وقتی که به یک شهر میرید اول اونا رو دعوت به اسلام بکنید، بعد دعوت به، اگر اسلام قبول نکردن از اونا بخواید که جزیه بدن، مردم شهر بکنید. بله، اگر جزیه دادن قبول نکردن، الا اگر پیشنهاد صلح کردن با امرشان صلح بکنید، اگر نه جزیه را قبول کردن، نه اسلام، نه صلح را، در اون صورت با اونا بجنگید. گفتم فرمانده شما که شهر ما را گرفت، سمرقند، یک از این کارا هم نکرد، نه ما را دعوت به اسلام کرد، نه دعوت به صلح کرد، نه از ما جزیه طلب کرد. شب حمله کرد، شهر را گرفت، ما فرار کرد. امر کرد که پس برگردید. مسلمانایی که شهر فتح کرده بودن آمادگی گرفتن، سلاحشان را جمع کردن، آماده شدن که از شهر براین. وقتی مردم شهر در طولی یکی دو روزی که اینا اینجا بودن، اخلاق اینا رو دیدن، برخورد اینا رو دیدن، مردم شهر وقتی دیدن که اینا شهر گرفتن، در اون زمان در اون دوران کسی یک قریه رو میگرفت والله که میکشتی راهاش نمیکرد، اینها دیدن که اینا دارن عقب نشینی میکنن میرن. گفتن صبر کن. کجا؟ ما سنت پیامبر ما رو عمل نکردیم، میریم برای شما پیام میدیم، اثر میبینیم. گفتن مادامی که دینی که به این اندازه طرفدارانش از عدالت، از حق پیروی میکنن، گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. سبحان الله. امروز بزرگترین کشور اسلامی اندونزی است از نگاه جمعیت، مالزی، فیلیپین. در اینجا کسی شمشیر زده؟ نه خیر. همه به چی مسلمان شدن؟ به اخلاق مسلمان شدن. این از جهاد فی سبیل الله. جهاد فی سبیل الله هدفش گرفتن اراضی، کشتن مردم، به اصطلاح غنیمت نیست. هدف فقط چی است؟ اعلای کلمت الله. اعلای کلمت الله یعنی چی؟ عدل، مساوات، اخوت در زمین حاکم باشد. درست. که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این مسائل رو به شکل بسیار مهم در خطبه هایشان که در حجة الوداع بود بیان میکنن. پس استاد از گفته‌های شما، گفته‌های اخیرتان برداشت هستیم بود میشه که اگر در جهادی، در جنگی، در کاری که ادعای کلمت الله نباشه باطل است، ولو بر هر حرف باشه. هر عملی. شما الان
بیا 1000 تا مصحف بنویس با خط دستت، 1000 تا قرآن بنویس و در سراسر دنیا پخش بکن. اگر هدف این باشه که مردم بگن که ماشاءالله این جناب استاد مجیب الرحمن عجب آدمی مسلمانی است که قرآن پخش کرده در بین مردم، میفهمی روز قیامت چی میشه؟ نه خیر. خدا نکنه که شما اونجور آدمی باشید، اما مثال داریم. خداوند میاره شما رو در اونجا میگه که خب مجیب جان 1000 تا قرآن پخش کردی در دنیا، میگه پروردگارا به خاطر رضای تو پخش کردم. میگه دروغ نگو، به خاطر رضای من نبود، به خاطر این بود که مردم بگوین که ماشاءالله مجیب چه عجب انسان دیندار و مسلمانی است. اونجا دیگه این کار کردن نمیتونی. اونجا دستت، پایت، زبانت، چشمت، گوشت کل شهادت میده. قلب میگه که پروردگار راست میگی، یعنی اینطوری فکر میکرد. بعد از میگه خب مجیب جان مردم تعریف کردن؟ میگه والا بله تعریف کردن. خلاص برو بخیر. هیچ، صفر، هباء منصورا، مثل گرد و خاکی که در هواست. تو جزایت گرفتی چون هدف تو چی بود؟ که مردم تعریف بکنن. تعریف کردن، در جراید اسمت پخش شد، در سایت ها ذکر شد، جزایت گرفتی. اگر به خاطر خدا میکردی اینجا امروز جزا میدادیم، برای تو پاداش میدادیم. به خاطر مردم کرده بودی، پاداشت از مردم گرفتی. اینجا دیگه چیز توقع نداشته باش. درست. پس برمیگرده این قضیه به نیت انسان. دقیقا. مثلا که ما شما نیت ما بر برگزاری این برنامه ای است که یک کار خیری شود، نه به خاطر از اینکه ما مشهور شیم. انشالله خدا دو بار بر ما اخلاص نصیب بکنه. اخلاص نصیب کنه. استاد با اجازه تان یک وقفه کوتاهی میگیریم. به خدمت. عزیزان گرامی بعد از وقفه کوتاه با ما باشین، بحث جالب و دیدنی هنوز مانده. با سلام دوباره خدمت شما عزیزان گرامی. امروز درباره نصایح و خطبه های اخیر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم با جناب استاد محمد انصاری گفتگوی بسیار دلچسب داریم. سلام مجدد استاد. السلام و رحمت الله. استاد بعضی از نصایح و گفتارهای حضرت مقبول بر ما گفتن. یک کمی دیگه من خیلی دلچسب عزیزم که دیگه هم بشنم از این خطبه ها و از این نصایح. یکی از مسائل مهمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خطبه های حجت الوداع مطرح کردن و جلب توجه می کند قضیه رفتار با زن هاست، حقوق زن. درست. امروز مردم فکر می کنن که هر روزی که سازمان حقوق بشر آمد و حقوق زن آمد و سازمان های غربی آمد، حقوق زن مطرح شد. اولین کسی که حقوق زن رو مطرح کرد در اسلام و عملی ساخت در جامعه اسلامی رسول الله صلی الله علیه و سلم و دین مبین اسلام. تا قبل از اسلام زن در جامعه هیچ گونه حق نداشت. البته در کتب آسمانی اومد پیامبران اینطوری نبودن، اما پیروانشان که مثلا جوامع مرد سالاری که وجود داشت طوری تنظیم کرده بودن که یعنی همه حقوق رو به کی بدن؟ به نفقات مصادره کرد. بله دقیقاً. حتی مثلا می‌بینیم که در قضیه میراث به زن میراث نمیدادن. زن حق نداشت که در مسائل سیاسی، نظامی، اقتصادی اراده مستقل داشته باشد. اصلا زن به عنوان یک موجود انسانی مطرح نبود. درست. در اکثر جوامع زن به عنوان یک حیوان، به عنوان یک حیوانی که مثلا در غرب میگفتن که زن به خاطر خدمت مرد آفریده شد. در همین غربی که امروز به ما طعنه میزنن حقوق زن میگن. بله. البته این حقوقی رو که امروز اونا به زنها دادن هم کمتر از مسائلی نیست که در دوران جاهلیت و قرون وسطا اعتقاد داشتن. امروز هم زن در غرب یک متاع است. امروز هم در غرب زن وسیله است برای شهوترانی و استفاده مرد. دقیقاً. حق زن رو ندادن، بلکه چیکار کردن؟ گفتن که بیاد همون به اصطلاح زحمت و مشکلاتی رو که مرد میکشه
مساویان زن هم بکشه. علاوه بر اون مردها از جسم زن، از وجود زن بدون هیچ قید و بندی استفاده بکنن. درست. آنانی که این آزادی ها رو برای زنها مطرح کردن کسانی بودن که در پی استفاده جنسی از زنها بودن. درست. امروز میبینیم مثلا در یک اداره یک مرد مانند شما کت و شلوار میپوشد و خیلی شیک، همه بدنش مرتب منظم میآید. سکرترش کی است؟ یک خانومی که نیم متر پارچه از بالای سینه تا رانهایش و همه بدنش هویداست. و این مرد از او استفاده جنسی می کند، استفاده جنسی با نگاهش، استفاده جنسی با صحبت کردن، استفاده جنسی با لمس کردن، از همه وجود این زن لذت میبرد. شاید بعضی بگن نه والا در جا اینطوری نیست نه خیر، ما بیل کلینتون رو دیدیم که با سکرترش در کاخ سفید چی کار کرده بود. ماکرون و غیر از جاک شیراک و غیر در فرانسه ای که مثلا مدافع حقوق زن است، دیدیم که با زنها چه برخوردهایی در کاخهای دموکراسی اونها شده است. پس امروز یک عروسکی درست کردن، یک به اصطلاح مثل گودی میگن حالا به افغانی، یک عروسکی درست کردن که از او استفاده بکنن. بله. در محل کار، در کوچه و بازار، در همه جا. قصد اتو ما فکر میکنم و اتو نظریم است که اینا فقط به یک شعار گفته میشه تا که افکار کسایی که دور هستن برخلاف اساسات خودشون تغییر بدن، چون که همه ما میفهمیم که اصل در داخلش خودشون نه فرهنگی درست وجود داره، نه مسائل حقوقی درست موجود داره. همگی فکر میکنن که غرب و امریکا و اینجا یک جایز بهشت است، همه عدالت است، در حالی که زیادترین جرمای دنیا در اونجا صورت میگیره و بزرگترین ناعادلان دنیا قضای دستگاه قضایی غرب اروپا. دقیقاً رسول الله صلی الله علیه وسلم در خطبه حجة الوداع و در خطبه های حجة الوداع همیشه بر این تاکید میکردن که فاتقوا الله فی النساء، در مورد زنها از خدا بترسید. انسانی که کافیست همین جمله رو در زندگی عملی خود، در تعاملش با زنها مراعات بکنه. در مورد زنها از خدا بترسید. اگر ظلم برش میکنی از خدا بترس، حقش رو میخوری از خدا بترس، او رو میزنی از خدا بترس، به او توهین میکنی از خدا بترس، اهانت میکنی از خدا بترس، تحقیر میکنی از خدا بترس، از خانهش بیرون میکنی از خدا بترس. اگر این رو انسان سلوحه زندگی خودش در تعامل با زنها قرار بده، هیچ مشکلی در جامعه بشری به نام زن و حقوق زن ما نخواهیم داشت. و این یک حقیقت است که امروز در جوامع اسلامی مسلمانان به این آیات و احادیث عمل نمی کنن. خداوند در قرآن کریم میگه اگر زن رو میخوای طلاق بدی او رو از خانهش بیرون نکن. خانه از تو است، اما در قرآن میگه از خانهش بیرون نکن. خیلی جالب. زن خانه خریدی، پولش هم تو دادی، با یک دختری ازدواج کردی، در خانه آوردی، خداوند میگه ولا تخرجوهن من بیوتهن، اونها رو از خانه‌هایشان بیرون نکنید، چون تو با او ازدواج کردی. در ادامه پیامبر صلی الله علیه و چی میگه؟ فانکم اخذتموهن بامان الله، شما با نام الله و با یعنی تضمین و امنیتی از جانب الله اونها را گرفتین. سبحان الله. واستحللتم فروجهن بکلمة الله، شما آنها را برای خود حلال کردین به نام الله. خطبه نکاح خوانده میشه، همه اینا چی است؟ همه الله و رسول، بسم الله، اعوذ بالله، همه اینها ذکر الله سبحانه و تعالی. میگه وقتی که این زنیت شد شما عهد بستید، پیمان بستید. الله سبحانه و تعالی در این جای قرآن کریم هیچ پیمانی را با عنوان پیمان محکم و استوار ذکر نکرده غیر از پیمان ازدواج. میثاقا غلیظا، میثاق چی؟ پیمان. غلیظ چی؟ یعنی محکم و استوار.
هیچ جای دیگه نگفته که میثاق غیر از به خاطر ازدواج بر چیز دیگری استفاده نکرده. استاد با می حرفایی که جدیدن زدین یک سوال واقعا بزرگ را که زیادتر مردم بیان میکنه را جواب داد. مثلا بسیار کسا میگن که با چه کسی ازدواج کنیم؟ دقیقا همینجا جوابش داده شد که با کسی ازدواج کنیم که به خاطر رضای خدا، به خاطر خدا. دقیقا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان که من اراد الله به خیرا رزقه امرأة صالحه. کسی که الله سبحانه و تعالی به او اراده خیری داشته باشه زن صالح نصیبش میکنه. زن صالح خانه تا حفظ میکنه، ناموس تا حفظ میکنه، امانت تا حفظ میکنه، فرزندان نیک و صالح برات تربیت میکنه، حقت را ادا میکنه. نعمت بزرگش زن صالح. رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا میگه که شما اینها را حلال کردین برای خودتان به نام الله، پس در هر رفتارتان، کردارتان با آنها الله را در نظر بگیرین. اگر دست سرش بلند میکنی، اگر تحقیرش میکنی، اگر توهینش میکنی، الله را در نظر بگیر. چون هدف از ازدواج در اسلام این نیست که شما بچه بیاری بله و استفاده جنسی بکنی. هدف این نیست. در هیچ جای قرآن هدف از ازدواج این بیان نشده. هدف از ازدواج چی بیان شده در قرآن میدانید؟ نخیر. و من آیاته، از نشانه های قدرت الله این است که ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، از خودتان مثل خودتان برایتان همسرانی رو پیدا کرد. یعنی چی؟ زنم مثل تو انسان است، زنم مثل تو حق داره، زنم مثل تو احساس داره، شعور داره، مثل تو شخصیت داره. این نیست که از جای دیگه آمده باشه. بله. و جعل بینکم موده و رحمه لتسکنوا الیها، که شما در کنار آنها آرام بگیرید. نگفته که شما از او استفاده جنسی بکنید. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسکنوا الیها، که شما در کنار او آرام بگیرید. آرامش هدف است. آرامش مطلوب زندگی است. مطلوبی نیست که شما بچه بیاری و استفاده جنسی بکنی. و جعل بینکم موده و رحمه، و در بین شما پیوند عشق و محبت را قرار داد. وقتی که رحمت بود، سکون بود، وقتی که سکون بود و عشق بود، چی میاد؟ رحمت میاد. رحمت از جانب کی میاد؟ از جانب الله سبحانه و تعالی. در کجا این آیه ذکر شده که هدف از ازدواج بچه آوردن است؟ در کجا ذکر شده که هدف از این آیه استفاده جنسی است؟ امروز اکثر مردم ازدواج برایشان فقط چی است؟ خوشگذرانی. بعد از 1 سال 2 سال طلاق بده بره. یا ازدواج چی است؟ یک چند تا بچه بیاریم. خیلی جالب. پس ازدواج، زن در دین مبین اسلام جایگاه ویژه و خاص خودش رو داره. به خاطر همین در یک مراسم مهم حج، در مراسمی که همه مسلمانان جمع، پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر دقیق با جملات کوتاه میگن که بترسید در مورد زنها از الله سبحانه و تعالی. شما این رو به اصطلاح با عهد و پیمان و امانتی که از جانب الله گرفتید و با اسم الله برای شما حلال شدن، شما در هر رفتار و کردارتان با اینها چیکار بکنید؟ با اینها الله سبحانه و تعالی رو در نظر بگیرید. یکی از اصلا دروس مهمی که پیامبر در موقع حج صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکنن، پشت پا زدن به امور جاهلی است. درست. مثلا والله در وطن ما خواهی می رقم عادت است، کلانای ما می رقم کار می کردن، والا این عرف و عادات ماستک، والا ما افغان هستیم، ما ایرانی هستیم، فلان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع در یک جای بلندی می ایستن، میگن که علی کل شیء من امر الجاهلیه تحت قدمی موضوع. هر امری، هر اعتقادی از اعتقادات زمان جاهلیت زیر پای من است. یعنی زیر پای خود له کردم. مسلمان واقعی وقتی که بهش میگن قال الله و قال رسول، اعتقادات بالا قوم و قبیله و کشور و اجداد و فلان را زیر پا میکنه. بله. وقتی که الله و رسول گفته شد، دیگه قال فلان و قال الله نیست، قال الله و قال رسول است. درست. این مسئله خیلی مهمی است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان کردن. یک موضوع خیلی مهم، شنیدن و اطاعت کردن از ولات امر مسلمان ها.
بغاوت نکردن در مقابل حکومت اسلامی. درست. این موضوع خیلی مهمی است. امروز شاید بعضیا به بهانه‌های مختلف خوششان بیاد که والا علیه یک حکومتی، ولو که یک حکومت ظالم باشه، ولو که یک حکومت تا حدی مثلا ستمگر باشه. بله. اما از شما یک سوال بپرسم به عنوان یک جوانی که مثلا در کشورهای مختلف زندگی کردیم، زندگی کردن در سایه یک حکومت ظالم بهتر است یا اینکه یک گروهی بیان در مقابل این حکومت جنگ بکنن، مملکت به هرج و مرج کشیده بشه، نه مالی در امان باشه، نه ناموسی در امان باشه، نه خانه‌ای در امان باشه، کدامش بهتر است؟ زیر ظلم خوبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیگن شما ظلم رو بپذیرید، ظلم رو قبول بکنید، اما مسئله حقوق عموم ملت و عموم مسلمان ها که مطرح میشه، شما به عنوان یک شخص می توانید ظلمی که بر علیه شخص شما شده را تحمل بکنید. به خاطر چی؟ به خاطر مسئولیت جوامع. چون هر کسی که در یک جای اگر بر علیه ظلم شد سلاح بگیره بره بغاوت بکنه، مملکت به هرج و مرج کشیده میشه. وقتی که جنگ صورت گرفت، نه تو در امان هستی نه خانواده اید، نه همسایه تو در امان است نه خانواده او. دیدیم ما نمونه جنگ های تنظیمی و داخلی رو، قومی رو در افغانستان. وقتی که جنگ بود، حکومت که فرو پاشید، ولو که حکومت ظالم باشه، ستمگر باشه، هر چیزی باشه، حکومت که فرو پاشید، شما پیش کی شکایت میکنید؟ کی از شما دفاع میکنه؟ همون پلیس و استخباراتی که امروز از تو دفاع میکنه، وقتی که جنگ شد، هرج و مرج شد، همون میاد تو رو چور میکنه، همون تبدیل میشه به یک گرگ گرسنه ظالم. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر همین میگن که ولو استعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب الله فاسمعوا له و اطیعوا. یا در روایت دیگر میگن که اگر یک بنده‌ای که یک برده‌ای که سیاه باشه، کله کشمشواری باشه، کلش مثل یک کشمشواری باشه. حکایت است که بعضی سیاها رو دیدین موی سرم نداشته باشه، از سر تا پا هیچ موی در سرش نیست، مثل یک کشمش است. پیامبر یعنی میگن اگر به میت یک شکل و قیافه هم کسی بر شما حاکم شد، اما تابع قرآن و سنت بود، از او بشنوید و اطاعت بکنید. اینجا چی میخواد بگه پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ نگو والا رهبر چون که از قوم من نیست، هم زبان من نیست، رئیس جمهور چون که از قوم من نیست، از هم زبان من نیست، من از او اطاعت نمیکنم. تعصبات قومی و نژادی نباید مطرح باشه. درست. بشنوید و اطاعت بکنید از ولی امرتان، ولو این که یک برده سیاه حبشی باشد که کله او مانند کشمش. نصیحت دیگری که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بشنوید و به مردم برسانید. بلغوا انی ولو آیه، حتی یک آیه قرآن هم که شده شما به مردم برسانید. یعنی نگوید که والا من که مثلا تخصص من اقتصاد است، من تخصص من هندسه است، مهندس هستم، دکتر هستم، بله. به من چه؟ مردم بذار کاری میگی وظیفه ملاست. نه خیر. کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت هستید. به خاطر چی؟ به خاطر امر بالمعروف و نهی از منکر کردن. امر بالمعروف و نهی از منکر وظیفه همه مسلمان هست، هر کس به اندازه علمش. بلغوا انی ولو آیه یعنی چی؟ یک آیه را اگر که یاد داری از قرآن، از پیامبر، باید برسانی برای مردم. استاد یک سوال دارم. بفرمایید. روز ما با کسی همصحبت بودم و با او بحث داشتیم. او بر من چنین گفت استاد، گفت باید تو وقتی میخوایی که برسانی دعوت کنی باید به سطح علمیت برسی، مثلا که برات بگن عالم دین، او وقت تو میتونی. گفته آیا چنین است؟ نه خیر. هر کسی اینو گفته اشتباه گفته. درست است. الله سبحانه و تعالی میگه که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه بله. والموعظه الحسنه. حکمه رو در اینجا بعضیا میگن که علم است. علم است. انسان باید علم داشته باشد که بر اساس علم دعوت بکند. بله. مثلا وقتی شما امروز میخوایی مردم رو به سوی توحید دعوت بکنی، برو اول در مورد توحید معلومات حاصل بکن. بله. بعد از اون مردم رو بیا به اون اندازه‌ای که علم داری در توحید
از قرآن و سنت به همون اندازه دعوت بکن. نگو به نظر من. وارد مسائلی نشو که تخصصت نیست. درست. به اندازه‌ای که میفهمی همون چیزی رو که میفهمی برای مردم برسن. حرف اونا تا جای درست است که شما هر چقدر که میخوایی دعوت بکن، اما به اندازه اون دعوتی که میکنی علم حاصل بکن. این تو نیست که از شکم خود چیزی رو بگی. درست. مثلا کسی از شما بپرسه والا من میرم سر قبر، میگم که خدایا این صاحب این قبر رو وسیله قرار بده تا من فلان مشکلم حل بشود. آیا این کار جایز است؟ شما علم نداشته باشید از کجا جوابش رو میدید؟ پس علم انسان باید حاصل بکند. طلب علم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، فرض است. و علم که در اینجا ذکر میشه در قدم اول علم دین است. به عنوان مسلمان باید تو علم دینت رو بفهمی. نمیشه بگی که والا من مسلمان هستم اما حوصله ندارم که علم دین رو یاد بگیرم. نه، باید عقیدت رو بفهمی، باید قرآن و سنت رو تا اندازه‌ای که نیاز هست بفهمی. اما یک سری مسائل، مثلا مسائل تخصصی است. بله. مسائل تخصصی به این معنی که شما نمیتوانی به عنوان یک مفسر قرآن تفسیر بکنی. این یک علم است. درست. مثل که شما نمیتونی امروز بری در یک شفاخانه به جای یک دکتر جراحی بکنی. در اونجا به شما چی میگن؟ میگن که شما دکتر هستی؟ میگه بله. از کجا فارغ شدی؟ از فلان دانشگاه. بده سندت. نمیشه که همینطوری هر کس از کوشه بیه بره اتاق عمل مریض رو عملیات بکنه یا جراحی بکنه. پس بعضی امور از تخصصی است. علم تفسیر است، علم فقه است، علم حدیث است. اینا مسائل تخصصی است. وقتی تو مسائل تخصصی میخوای صحبت بکنی بعد کامل بری علم یاد بگیری بعد از بری صحبت بکنی. اما دعوت با آنچه که شما علم دارید در مورد دین، این وظیفه هر مسلمان است. و کسی حق نداره به یک مسلمان بگه تو دعوت نکن به خاطر که تو علم نداری. نه، تو دعوت بکن در چارچوب همان علمی که داری. درست. به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اخلاص در عمل مهمترین مسئله است که باید یک مسلمان این رو اخلاص در کار، هر کاری میکنی با اخلاص بکنی. من عمل منکم عملا فلیتقنه. کسی که شما یک کاری رو انجام میده باید با اتقان، یعنی با دقت انجام بده. بله. نه اینکه سرسری بده بره. مسلمان بده بره نیست. مسلمان کاری که بهش سپرده میشه با دقت انجام میده. و نصیحت بکنید ولات امرتان را، حاکمانتان را، رؤسایتان را، ولی امرتان را نصیحت بکنید. این وظیفه است. کسی والا به من چی که حکومت چی کار میکنه؟ نه خیر. همه ما مسئول هستیم. مسئول هستیم که نصیحتشون بکنیم. روش نصیحت هم فرق میکنه. نصیحت در پنهان باشه، نصیحت در سر باشه. تا وقتی که جهارن و نهارن حاکم یا ولی امر اشتباهی نکرده باشه، انسان به شکل به اصطلاح جهری نمیتونه که او را انکار بکنه. بره بشینه نصیحتشون بکنه. و همچنین دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی و بودن با جماعت مسلمان ها. بله. یعنی در کنار جماعت باشید، نه اینکه هر کس به یک سازی برقصه، هر کس به یک طرفی بره. با جماعت مسلمان ها باشید. اگر امروز جماعت مسلمان ها بر راه درست و صحیح مطابق قرآن و سنت روان هستن، شما باید با اونها همراه باشین، نه اینکه ساز مخالف بزنید و از اونها جدا شوید. درست. یک موضوع خیلی مهمی دیگری هم که شاید وقت برنامه به پایان برسه، بله، که یکی از مسائل مهمی که پیامبر به عنوان آخرین موضوع در اینجا بیان میکنیم، بهترین انسان کی است؟ عربی، عرب، سیاه، سفید، ثروتمند، فقیر، بهترین انسان کی است؟ پیامبر فرمودن ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما در نزد خداوند پرهیزگارترین شماست. در سوره حجرات الله سبحانه و تعالی میفرماید که از نشانهای قدرت الله سبحانه و تعالی چی است؟ که شما را از یک مرد و زن آفرید. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. شما را قوم قبیله ساخت فقط به خاطر اینکه همدیگر رو بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. معیار تقواست. معیار قوم نیست، معیار زبان نیست، معیار نژاد نیست،
معیار برتری در نزد الله سبحانه و تعالی فقط تقوا است. پیامبر صلی الله علیه و سلم چه فرمودند؟ در روز تشریق است. روز تشریق کدام روز است؟ استاد خیلی کوتاه. خیلی کوتاه. روز تشریق روز اول ایام عید است، یوم النحر است. بعد از یوم النحر روز تشریق است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که یا ایها الناس، ای مردم، الا ان ربکم واحد، خدایتان یکیست، پروردگارتان یکیست، و این اباکم واحد، یک پدر داریم. کس یک پدر ما؟ آدم علیه السلام یک پدر است. الا لا فضل لعربی علی عجمی، هیچ عربی بر هیچ عجمی برتری ندارد. ولا لعجمی علی عربی، هیچ عجمی بر هیچ عربی برتری ندارد. ولا احمر علی اسود، سرخ پوست بر سیاه پوست. ولا اسود علی احمر، نه سیاه پوستی بر سرخ پوستی. الا بالتقوا، مگر تقوا. معیار فقط تقوا است. ابلغتو، آیا رساندم پیام الهی را؟ گفتن بلغ رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم ابلاغ کردن و این مهمترین پیام است. پیام بین المللی حج است که هیچ کس بر هیچ کس برتری ندارد مگر به تقوا. معیار، میزان سنجش برتری در اسلام چی است؟ تقوا و پرهیزگاری است. و صلی الله علی سیدنا به حساب ریشه تعصب کنده شد در حجت الله. دقیقاً. استاد خیلی بحث خیلی عالی بود، برنامه خیلی عالی بود. امیدوارم در برنامه‌های دیگه هم شما رو با خود داشته باشم. بعد از حج انشالله. انشالله. بسیار یک هوا و برنامه خیلی خوب می داشته باشیم که شما. سلامت باشید. انشالله بر ما فرصت زیادتر بود. الله مطلع. تشکر استاد از اینکه با ما آمدید. برنامه خوب بود. سلامت باشید. تشکر. عزیزان گرامی، این بود یکی از برنامه‌های دیگر رکن پنجم. تا دیدار دیگر، برنامه دیگر، مهمان دیگر، خدایا همراهتان.